پشتوانه مالی و اسرائیلی ترامپ کیه؟ داماد ترامپ که مدیر طرح ابراهیم و کوریدور آیمک است. جارد کوشنر از یهودیان اشکنازی بلاروس است. این آقا عامل اصلی ترغیب ترامپ به رئیس جمهور شدن هستند. پدر کوشنر توی کار املاک بوده و خود ترامپ هم توی این کار بوده. کوشنر عضو جنبش خواب‌هاست. سال 2014 والدینش 20 میلیون دلار به دانشگاه داروسازی اسرائیلی در اورشلیم کمک کردند. پدرش به آیپک کمک می‌کرده. والدین او بین 2010 تا 2014 کمک مالی به اسرائیل کردند یا کمک به ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری رو انجام دادند. زمین شهرکی که خانواده اون در کرانه باختری ساختند 96% برای فلسطینی‌هاست. به ارتباط کوشنر با نتانیاهو دقت کنید. نتانیاهو به آمریکا که می‌رود به سفارت اسرائیل نرفته و به خانه اینها می‌رود. حتی دختر ترامپ هم یهودی شده. البته علاظاهر کوشنر یک شرکتی داره که 3 الی 10 میلیارد دلار بن سلمان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. اینا تامین کنندگان مالی ترامپ هستند. شیلدن ادلسن پدر قمار جهان حامی اصلی ترامپ بود که از لاس وگاس تا فیلیپین قمارخونه داشته. مصاحبه کرد تنها راه برخورد با ایران استفاده از سلاح اتمی که بندازه توی بیابون‌های ایران. شیلدن ادلسن نزدیک 90 میلیون دلار به کمپین ترامپ کمک کرد به این شرط سفارت آمریکا از تل‌آویو به اورشلیم انتقال داده شود که رفت و به همراه همسرش مریم صحبت کرد.